بزرگترین دروغی که تو عمرم خواندم تاریخ فوت بعضی از آدم‌ها رو قبرشون که نوشته این موقع به دنیا اومد، این موقع از دنیا رفت. کی میدونه این آدم واقعا کی کجا مرده، تو چه حادثه ای مرده. 20 سال بعد این آدم خاک شده، 10 سال بعد خاک شده، تو چه حادثه ای مرده. آدمایی رو دیدم که امروز مردن از یأس، از حرص، از بغض، از کینه، از نفرت. 30 سال بعد اینا رو خاک میکنن، 30 سال بعد اینا رو خاک میکنن. بنویسید هر چقدر وقت بذاری که دیگران رو خراب کنی، همونقدر وقت کم میاری که خودتو آباد کنی. هر چقدر وقت بذاری که دیگران رو خراب کنی، همونقدر وقت کم میاری که خودتو آباد کنی. ما فرصت نداریم که به کسی پیله بکنیم، فرصت نداریم به کسی پیله کنیم. بنویسید، این ضرب المثل چینیه. چینی‌ها میگن اگر بقیه رو مقصر بدونی خیلی راه در پیش داری، اگر خودت رو مقصر بدونی نصف راه رو رفتی، اگر هیچ کس رو مقصر ندونی تو به مقصد رسیدی.